أفق الألباب المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی مسئله امامت است. اختلافی که ما با عامه داریم و مخالفین داریم ابتدای امرش از بحث امامت شروع می شود. شما می دانید دشمن همواره در صدد این است که شبهاتی رو منتشر کنند، شبهاتی رو در جامعه مطرح کنند که جوانها و کسانی که احاطه بر مسائل عقایدی ندارند اونها رو از مسیر منحرف کنند. لذا به نظر می آید در این زمان مسئله عقاید از مسائل بسیار مهم است و این نشر و بیان معارف اهل بیت و بیان حقانیت مذهب از کلام گوهربار پیامبر اکرم که فرمود انی تارک فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیامبر که ما را ارجاع میده به سنت، ارجاع میدهد به کتاب الله، دلیل این است که هدایت بشریت در این دو امر است. دشمن وقتی خواست به اهداف خود برسد، وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفتن، وقتی پیامبر اکرم رحلت کردن، آمدن در جامعه با صدای بلند مسلمین رو گول بزنن، از طریق صحیح خارج کنن. لذا شعار دادن حسبنا کتاب الله، یعنی چون قرآن هست ما به چیز دیگه نیاز نداریم، به قرآن رجوع میکنیم. چرا؟ چون قرآن کتاب صامت است و اهل البیت قرآن ناطق. این که پیامبر اکرم میفرماد انی تارک فیکم الثقلین، یعنی این دوتا باید با هم جمع بشن تا حقیقت نمایان و روشن شود. به الا مردم اگر قرآن رو تنها گذاشتید، اگر قرآن به قرآن تمسک کردید و مفسر واقع راسخون در علم او رو برای شما بیان نکردن، منحرف میشید. خدا رو شکر خصوصا جوانا تو این زمان هستید، با چشتان میبینید که منحرفین، کسانی که به قول خلیفه اول و دوم عمل کردن، امروز برادر خودش رو سر میبرد برای تقرب به خدا. پیامبر همچین روزی رو گفته بود مردم اگر قرآن رو به تنهایی گرفتید و اهل بیت رو کنار گذاشتید، منحرف خواهید شد به طوری که افعال خلاف شرع، افعال خلاف مقدسات مذهب، افعالی که خداوند متعال و پیامبر اکرم او رو نهی کرده دوچار میشید. امروز سر برادرش رو میبرده، افتخار هم میکنن و وقتی داره سر میبره ندای الله اکبر میکنه.
چرا پیامبر این دوتا رو بغل هم گذاشت؟ برای اینکه بفهماند مردم اگر سعادت میخواید قرآن رو با اهل بیت داشته باشید. دومی به بهانه اینکه مردم پیامبر از دنیا رفته، اگر شما بخواید به احادیث عمل کنید ممکن است با قرآن مخلوط شود، لذا احادیث رو کنار بگذارید. حدود 100 سال من حدیث کردم، هر کسی حدیث گفت زبانش رو بریدن. اصلا حدیث گویی جرم بود. ما حاضریم عام اهل سنت با شما محاجه کنیم به کلام خودتون که گفتین حسبنا کتاب الله. اهل بیت رو بذارید کنار. ما ادعا داریم ما شیعیان قرآن از ما صحبت میکنه، از ما کلام میگه، آیه به آیه قرآن برای تشیع تطبیق میکنه. لذا تشیع ادلش قویه. وقتی که با عامه بحث میکنید، وقتی به اون بحث میرسن میگن این بحث شده، از بین رفته، این دروغه، افترا بستن. امروز به حول و قوه الهی جوانان میخوام ثابت کنم امامتی که ما ادعا میکنیم قرآن صریحاً به او اشاره کرده. اولا امامت وجود داشته یا نه؟ آیه قرآن خطاب به حضرت ابراهیم انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم من تو رو به مردم، برای مردم امام قرار دادم. اهل سنت گیر افتادن، بهشون گفتیم آقا امام یعنی چی؟ گفتن یعنی رسول، یعنی نبی، کسی که خداوند متعال به رسالت انتخابش کرده. میگیم مگر کسی رو که خدا قبلا به نبوت و رسالت انتخاب کرده دوباره انتخاب میکنه؟ قرآن میگه ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. ای ابراهیم ما تو رو آزمایش کردیم، امتحان کردیم و بعد از این امتحانها علاوه بر این که مقام رسالت، مقام نبوت رو داشتی، ابراهیم به تو مقام امامت رو دادیم. پس امامت از قرآن است و خداوند متعال بعد از این که حضرت ابراهیم رو در مواطن مختلف امتحان کرد این مقام رو بهش داد. و قرآن اشاره می کند علاوه بر این که بر منصب امامت اشاره می کند امام هم انتخاب کردیم و جعلنا ائمه یهدون بامرنا. ائمه قرار دادیم یعنی امام قرار دادیم، از ما فرمان میگیرند، به مردم میرسانند و اشاره میکنند به بعضی از اقوام، حتی بر اون قوم ها هم ما امام قرار دادیم. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، یهدون بامرنا. ما ائمه قرار دادیم که هدایت میکنن به امر ما، اشاره میکنن به قوم بنی اسرائیل که ما برای اونها امام قرار دادیم. و جعلنا للمتقین اماما. میرساند که امامت منصب الهی است و ما کسانی رو برای امامت انتخاب کردیم. آیا امام انتخاب شده است از طرف خداوند متعال؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای پیامبر ابلاغ کن آنچه که از طرف خدا بر تو نازل شد. به عامه میگیم که خدا چی نازل کرد؟ پیامبر چی باید میگفت؟ چی جواب میدن؟ میگن میخواست بگی که به پیامبر بگو من علی ابن ابی طالب رو دوست دارم. واقعا شما انسان‌های فهمیده هستید؟ واقعا انسان‌های مفسر دین و قرآنی؟ این مکان رسول الله، مسجد رسول الله، مواطن مختلفی که پیامبر حاضر میشد این
اینو به مردم گفته، بیان کرده در اون گرمای سوزان، اونم تو غدیر خم، اونم جمعیتی رو جمع کرده است. آقایون اهل سنتی چون گیر افتادن، بعضی مفسرین خیانت کردن، اما بعضی مفسرینشون انصاف به خرج دادن. در ذیل همین آیه کریمه فخر رازی در تفسیر کبیر میگوید پیامبر اکرم این آیه در مورد علی بن ابی طالب نازل شد و پیامبر اکرم بعد از آن دست امیرالمؤمنین رو گرفت و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم بار من بالا و عاد من عادا. جالبه خود اهل سنت، خود فخر رازی اعتراف میکند همونجا خلیفه دوم بلند شد هنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. تبریک گفت مولای من شدی، تو کسی هستی که خداوند متعال به واسطه رسول الله تو رو انتخاب کرده. ابن مردوی نقل می کند کنا نقرأ علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. گفت نقل میکند ابن مردوی که ما نقل در زمان رسول الله آیه قرآن رو اینجوری میخواندیم، یعنی به کلمه این که بلغ ما انزل الیک من ربک یادآوری میکردیم به مردم که ان علیا مولا المؤمنین، علی بن ابی طالب مولای مؤمنینه. یادتون باشه این آیه در حق علی بن ابی طالب نازل شد. صاحب تکثرة الخواص صدق ابن جوزی نقل می کند که این که استشهاد می کند ذیل همین آیه قرآن به اون اشعار حسان میگوید ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم واسمع بالرسول منادیا فقال له قم یا علی. اینو اهل سنت میگن روز غدیر حسان اجازه گرفت وقتی پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خود انتخاب کرد، به اعتراف اهل سنت دست امیرالمؤمنین رو گرفت، بالا آورد، به مردم معرفی کرد، یعنی حجت رو تمام کرد. بعد این سنی نقل می کند ذیل تفسیر همین آیه که حسان ابن ثابت همونجا بلند شد این شعرها رو خوند فقال قم یا علی فانی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. من انتخاب کردم تو رو و راضی شدم که تو امام باشی. رضیتک، راضی شدم. اهل سنت انسان باید خیلی دعا کنه حسن عاقبت داشته باشه، خیلی دعا کنه که خدا عاقبتش رو بخیر کنه. همین حسان بن ثابت همین آقا کاری کرد با امیرالمؤمنین تو تاریخ داره. امیرالمؤمنین بهش میگفت چقدر من آزار میدی، چرا اذیت میکنی، چرا دست بر نمیداری، مغرور نشی. اسلام علاوه بر این خود اهل سنت میگن وقتی دست امیرالمؤمنین رو گرفت برد بالا به امر الهی هنوز متفرق نشده بودیم، داشتیم متفرق میشدیم. یه دفعه پیامبر ما رو نگه داشت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما رو جمع کرد، بعد فرمود مردم این امر الهیه که امروز با این حرفی که من زدم دین پایان یافت، کامل یافت. دین و اسلام تحققش با این امره. ابن جریر طبری، حافظ ابو نعیم اصفهانی هر دو ادعا میکنند، هر دو اعتراف میکنند از اهل سنت ذیل همین آیه قرآن. میفرماد که وقتی که
آیه انتخاب و انتصاب امیرالمؤمنین و ابلاغ رو امیرالمؤمنین پیامبر اکرم خواندن و علی بن ابی طالب رو انتخاب کردن، پس از آن ما رو جمع کردن و این آیه رو بر ما خواندن و این آیه مخصوص انتخاب و تعیین ولایت علی بن ابی طالب است. خطیب بغدادی همه قصه رو نقل می کند و نقل می کند عمر آمد جلو، تبریک گفت به امیرالمؤمنین، هنوز متفرق نشده بودیم که آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، که پیامبر فرمود هر کسی که بخواهد دینش کامل بشود، این مرد الهی، این مردی که حمیری گفت وارد کوفه شد، گفت مردم اگه کسی فضیلتی در مورد امیرالمؤمنین بگوید که من ننوشته‌ام، مرکبم، زادم، راحله مال او. یه نفر اومد بهش گفت که تو این فضائل امیرالمؤمنین نوشتی آن وقتی که کفش امیرالمؤمنین از پاش جدا شد، حیوان کوچکی وارد کفشش شد، چه اتفاقی افتاد؟ گفت نه، گفت پرنده‌ای از آسمان قبل از اینکه علی بن ابی طالب پای خود را داخل کند، کفش رو برداشت از بالا پرتاب کرد تا این حیوان از کفش امیرالمؤمنین خارج شد. امیرالمؤمنین خدا این مقامو بهش داده. پنجمین دلیل ما از قرآن کریم که خود اهل سنت به او اعتراف کردن این است که قرآن کریم امیرالمؤمنین رو تعیین کرده، اشاره کرده به او که خلیفه مسلمین، امام مسلمین بعد پیامبر اینه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. صلات به پا می‌دارن، زکات میدن در حال رکوع. جالبه اکثر مفسرین اهل سنت، حافظ ابن نعیم اصفهانی میگه من ما نزلت فی حق علی، چون یه فقیری وارد مسجد رسول الله شد، تقاضای کمک کرد، در حال رکوع امیرالمؤمنین انگشتر خود رو در آورد، در اختیار فقیر قرار داد. حاکم حسکانی نقل می‌کند که امیر این آیه قرآن در حق امیرالمؤمنین نازل شد، زیرا که در حق اهل بیت نازل شده است، زیرا که امیرالمؤمنین در حال رکوع انگشترش رو به مسکین داد. شریف جرجانی نقل می‌کند از علمای اهل سنت، شرح بر کتاب مواقف دارد، قد اجمع امة التفسیر ان المراد بالذین یقیمون الصلاة الی و هم راکعون علی فانه کان فی الصلاة راکعا فسأله سائل فاعطاه خاتمه. انگشتر خودش رو بهش داد. این اعتراف اهل سنت است. سعدالدین تفتازانی نقل می‌کند نزل به اتفاق المفسرین فی علی بن ابی طالب. این آیه به اتفاق مفسرین در مورد علی بن ابی طالب نازل شد. خب شیعیان شما از کجا میگید 12 تا امام قبول کردید؟ قرآن امامت داره، علی بن ابی طالب هم انتخاب شده. ببینم خود دشمنت اگه اعتراف کنه چی میگی؟ اگه دشمنت از زبان رسول الله بگه چی میگی؟ ما هیچی نمیگیم، میگه ما این کتابای شماست، بیایی جلو. خود علمای شما اعتراف کردن که این آیه که رسول الله در مواطن مختلف اشاره کرده است به ائمه به این که 12 نفر امام برای مردم می آیند تا مردم رو راهنمایی کنند. جالب این صحیح مسلم نقل می کند از جابر بن سمره. جابر بن سمره نقل می کند که من همراه پدرم بودم، بعد میگه رسول الله یه جمله‌ای گفت نفهمیدم، از پدرم پرسیدم چی گفت؟ نصش اینه هذا الامر لا ينقضی، یعنی
تمام نمیشه. حتی یمضی فیهم 12 خلیفه، تا 12 تا خلیفه بیان. قال ثم تکلم به کلام خفی علی. پسره میگه یه جمله پیامبر گفت من متوجه نشدم. فقلت لأبی، از پدرم سوال کردم، ما قال، چی گفت؟ قال کلهم من قریش، همه اینا از قریش. قریش یه طایفه‌ای بوده، حکومت میکرده بر حجاز، اهل قدرت بودن، پیامبر از اونهاست. و روایات زیادی که وقت اجازه نمیدهد من این روایات رو بخوانم، اما بخاری باز اعتراف میکند یکون 12 امیرا فقال کلمة لم اسمعها فقال ابی انه قال كلهم من قریش. اعتراف میکند که همه اینا اهل قریشن. خب انتخاب امام هم، تعداد امام هم معین شد. خب کی گفت بعد از امیرالمؤمنین امام حسن؟ میگیم علی ابن ابی طالب انتخاب کرده. میگن نمیشه، با شوراست و امرهم شورا بینهم. میگیم خیلی جالبه، شما یادتون رفت دیروز گذشته وقتی خلیفه اولتون خلیفه دوم رو انتخاب کرد، این ابن تیمیه ملعون شماست که اعتراف میکند لما استخلفه ابوبکر عمر، هنگامی که ابوبکر به خلافت انتخاب کرد خلیفه عمر رو. شما یادتون رفت چه شد که در امر شما خلافت به تعیین ابوبکر است، اما در امری که خداوند متعال و پیامبر اکرم و ائمه روحی لهم الفدا به امر الهی انتخاب شدن، اون امرش باطله و امرهم شورا بینهم. ما اعتقاد داریم و افتخار میکنیم که تمام مبانی امامت از قرآن کریم الهام گرفته. اولا امامت در قرآن است و ابراهیم به عنوان امام انتخاب شد. ثانیا خداوند متعال فرمود ما ائمه قرار دادیم مردم رو هدایت کنند، پس امامتم و امام رو تعیین کرده است به واسطه پیامبر اکرم در غدیر خم، و ایمان و دین رو مقرون کرده است با قبول ولایت امیرالمؤمنین. یعنی جوونا گول نخورید، بدون ولایت امیرالمؤمنین هیچی به درد نمیخوره. آقا خدا به شما توفیق بده تو این زمانی، مگه نمیبینید چه خبره؟ اینا همونایی که از امیرالمؤمنین جدا شدن. جمع کنم مطلب رو، جوونا گول نخورید، دین خوبی دارید به خدا، تو قلب آرامش داشته باشید، کتاب خدا و سنت رسول خدا کنار همه. این طیف منحرف و کسایی که القاء شبهه میکنن خیلی اهمیت نمیده، خیلی دوام نداره. نه بقا کرد ستمگر، نه به جا ماند ستم، ظالم از دست برفت و خیمه مظلوم بباست. این بچه‌هاتون رو دستاشون رو بیایید تو مجلس، بچه‌هاتون رو ترغیب کنید تو این مجالس تربیت بشید. مسید میگه امام منو خواست، مسئولین زندان اجازه دادن وارد اون تاموره شدم، امام زمان معذرت بخوام، تاموره یه جایی تنگ و تاریک رو میگن، یه جایی که تو اعماق زمینه. امام موسی بن جعفر رو همچین جایی قرار داده بود. میگفت رفتم خدمت امام فرمودن مسید میخوام برم امر امامت و فرزندم رو مهیا کنم. گفتم آقا جان پل و زنجیر به پای شماست، شما تو این تاموره هستید، چگونه میخواید خارج بشید؟ امام فرمود مسید با من را بیفت. یک دفعه خودمون رو در بیابان دیدیم، به من گفت برو به بچه ها سر بزن، خودم امر امامت فرزندم رو درست کن. نمیدونم دیروز یکی از آقایون میگفت در رو حضرت معصومه باز کرده بر موسی. وقتی دست رو بر شانه پدر گذاشته
فرمود دخترم دستت رو بردار، این جای قل و زنجیر مرا آزاد. المقبول به جور، یعنی امام شما رو با بی‌عدالتی دفع کردن. المقبول به جور المضطهد بالضول والمغرور بالجور والمعذب في قعر السجون. هارون دستور داد هر بلایی میتونید سر موسی بن جعفر بیارید. کار به جایی رسید، امام زمان معذرت میخوام، دستور دادن یه زنه مغنیه فاسدی رو داخل سلول امام قرار دادن. بهش گفتن تا میتوانی امام را آزار بده. لحظه ای نگذشت، صدا زد این زن مگه این مرد الهی چه گناهی کرده او رو در اینجا قرار داد؟ والمعذب فی قعر السجون وظلم المطامع الساق المردود به حلق القیود. نمیدونم معناشو میفهمی یا نه. میگه ساقای امام رو با زنجیر بسته بودن. امام ناگهان در زندان باز شد. 4 نفر حمال جسد امام رو روی در کهنه حمل میکردن. اصحاب تاریخ میگن حتی سر امام از اون تخت آویزان بود. صدا زدن، ندا دادن و جنازت المنادی علیها بدل الاستخفاف. وقتی خبر در کاظمین پخش شد، همه مردم خبردار شدن. زنا آمدن پشت پیش مرداشون، گفتن ما مهریه‌مون رو میبخشید، ما مهریه‌مون رو میبخشید، شرکت کنید در تشییع جنازه موسی بن جعفر. اخبار تاریخ میگه 7 کفن برای امام آوردن. آنقدر گل ریختن که سوق و ریاحین شد. یعنی بازار گلها، سینه امام، سر امام، پای امام پر از گل شد. موسی بن جعفر کربلا کجا بودی؟ جد تو 3 روز و 3 شب بدنش در گرمای سوزان، حتی به اون لباس کهنه هم رحم نکردن. امام زمان معذرت میخواد، حتی به این هم اکتفا نکردن. عمر بن سعد دستور داد 10 نفر نعل تازه به سون اسباشون زدن. نحن ربطنا السعد بعد الظهر. نمیدونم معنای عبارت رو میفهمی یا نه. میگه ما کاری کردیم که استخوان سینه سید الشهدا رو نه باز به این بسنده نکردن. فبدر الیه شعر، گفت چرا کار سید الشهدا رو تمام نمی کنید؟ امام زمان معذرت میخواد. فرفسه برجله، جسارت کرد با پاش به سید الشهدا. فجلس علی صدره، بر سینه سید الشهدا نشست. ضربه 12